نگاش کن تو رو قرآن. خب الان اینجوریه. بعد حالا کافیه من دستم بیارم این پشت اینو ماساژ بدم. نگاه کن. آخه تو بلوغ زودرس گرفتی؟ چرا باید الان تو این سن فحل بشی تو؟ ها؟ چرا باید تو این سن فحل بشی تو؟ نگاه کن تو رو قرآن. آخه تو مگه 6 ماهت شده؟ بچه چی نگاه میکنی شبا که ما خوابیم؟ چی کار میکنی؟ نگاش کن تو رو قرآن. تو فحل شدی این همه داری جیغ و داد میکنی تو این خونه؟ من میگم خدا این کجاش درد میکنه؟ چه اتفاقی افتاده؟ نگاه کن تو رو خدا. نگاش کن نگاش کن نگاش کن. آخه تو بذار 6 ماهت بشه، بذار 1 سالت بشه. فحل زودرس ندیده بودم که دیدم. میگم خدا این چرا داره تو خونه را میره جیغ میزنه؟ نمیدونم. نگاه تو رو خدا. نگاه اصلا از این حالت تکون نمیخوره، فقط میخواد که من این کونشو اینجوری ماساژ بدم. خب من میدونم این بده برا تو،